هیواد کې د جګړو ور اخوا جنایي پیښې، وسلوال اغلاوې، انسان تختونې او خپلسرۍ هغه څه دي چې له خلکو یې ذهني او فزیکي امنیت اخیستی. د هیوادوالو په باور کابل چې د هیواد پایتخت دی، د نورو ولایتونو په پرتله دلته جنایي پیښې او امنیتي ستونزې ډېرې دي. د دې ترڅنګ چې پولیس 24 ساعته د قانون په پلي کولو بوخت دي، خو خلک لا هم وایي چې دلته د پیښو په ګراب کې کموالی نه ده راغلی. په همدې مسایلو او د ته ورته نورو مسایلو غواړو نن د کابل د امنیه قومندانۍ له ویان د فردوس فرامر سره لنډې خبرې ولرو. تمه ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. لومړی راځو، کابل امن نه دی. په ټولنیزو رسنیو کې د دې شعار لاندې خلک کمپاین کوي. رښتیا هم کابل امن نه دی؟ تشکر، بسیار خوش آمدن شما. ممنون که وقت گذاشتن به یک موضوع بسیار مهم که امنیت است. خوشبختانه میخوایم از این مورد آغاز بکنم که طی 24 ساعت گذشته در کابل ما شاهد ثبت 2 واقعه جرمی بودیم و یک واقعه جرمی عاملینش بازداشت شده و یکی هم تحت تعقیب قرار داره. آنچه که پلیس کابل، تیم امنیتی کابل انجام میتن از وظایف خود شب روز، نتیجهش میبینیم. بازداشت افراد است که در بدامنی کابل نقش داشتن و مستقیما نقش همکاری مردم برجسته بوده در این فعالیت ها و دستاوردها و اگر به این شکل بگوییم که کابل امن نیست، فکر میکنم یک اندازه به تلاش ها و به زحمات نیروی امنیتی ما جفا کردیم. به این مفهوم که کابل با نفوذی که زندگی میکنه در این شهر و با جغرافیایی که داره، با غیر پلانی بودن بیشتر نقاط شهر کابل که برای ما شما واضح هست و جرم هم که پدیده اجتماعی است و در اجتماع می باشه هر جایی که انسان ها زندگی بکنن، واقعات رخ میده. اما طرف دیگر کار و تلاش های پلیس کابل است که شما میبینن بعد یک ماه گذشته بیش از 300 تن از افراد که اینا مجرم بودن، مظنون بودن و در جرایم مختلف مظنونیت داشتن نزد پلیس تثبیت شدن، شناسایی شدن، بازداشت شدن و خوشبختانه نقش مردم هم در روند تثبیت و گرفتاری از اینا خیلی موثر بوده. دلته خلک یو شکایت لري چې له جنایي پیښو یا په ویلو وسلوالو غلا وروسته دوی امنیتي ځواکونو ته یا پولیسو ته مراجعه کوي خو اقدام نه کیږي. آیا رښتیا ده؟ تمام تلاش پلیسی است که وقایع بکنه از وقوع جرایم در اول. اگر ما در این موفق نمیشیم، در قسمت بعدی تلاش ما است تا ما عامل جرمه، فاعل جرمه تثبیت بکنیم، بازداشت بکنیم. وقتی یکی از شهروندای کابل مراجعه میکنه به پلیس و فرم شکایت ثبت میکنن، اقدام پلیس مبتنی بر شکایت او شهروند آغاز میشه از اون لحظه. اگر تعلل، غفلت و کوتاهی از طرف پلیس شاید می باشه مردم، ما راههای ارتباطی زیاد را ایجاد کردیم که همراه ما تماس بگیرن، بخصوص با بخش ریاست محترم امنیت داخلی وزارت امور داخله و جدا با منصوبینی که در رسیدگی به شکایت های مردم کوتاهی میکنن، برخورد قانونی جدی و قاطعی صورت میگیره. ممکن مورد باشه که پلیس غفلت کرده باشه، اما تعهد پلیس و باور ما است که وقتی یک شهروند شکایت میکنه به تمام معنا و با تمام توان تلاش میکنیم تا او شکایت را پیگیری بکنیم و از نتیجهش دوباره به او شخصی که شکایت کرده بود اطمینان بدیم. له دې سره چې په دې وروستیو کې په کابل کې یا که ووایو په افغانستان کې د جنایي جرمونو مجرمینو نیول کېدو خبرونه ډېر شوي، ستاسو د قومندانۍ له اړخه یا د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼو له مخې، خو دلته د پیښو په ګراب کې خلک وایي چې لا هم کموالی نه دی راغلی. آیا مجرمین په زرګونه دي یا له نیول کېدو وروسته بیرته خوشي کېږي؟ خب ما میخوایم از این پرسش آخر شروع بکنم. که قبلا یک نگرانی وجود داشت و شکایت هایی بود که گویا وقتی یک مظنون بازداشت میشه دوباره رها میشه. ما در سال 1399 از آغاز سال طرز العمل جدید حوزه های کابل عملا تطبیق میکنیم که بیش از 7 ماه میگذره از تطبیقش. یک گپ کلانه که طرز العمل جدید داره ای است که وقتی یک مظنون بازداشت میشه حق نگهداری مظنون حوزه نداره
و شکایت بیشتری بود که از حوزه دوباره رها میشه. نظر به چگونگی و ماهیت جرم را که انجام داده ای فرد، ما ای را یا به قماندانی امنی کابل به قرارگاه انتقال میتیم یا به وزارت امور داخله. اینجا دو قرارگاه مشخص است به این افراد و دست افراد که تلاش میکنن از این مجرمین حمایت بکنن و در قسمت رهایی از اونا واسطه شوند، دست از اونا کوتاه میشه. وقتی اگر بخواین با قماندانی امنی کابل به تماس شوند و همچون مورد خاص داشته باشند، اونا هم نزد ما به عنوان حامی مجرم تحت پیگرد قرار میگیره. این نگرانی برش پرداخته شده و این طرز العمل عملا تطبیق میشه. بحث دیگه عوامل زیاد جرمی و ممکن که کثرت خود مظنونین در اجتماع عوامل باشه که نقش داشته باشه در گراف جرایم. اما یک چیز دیگر که نباید فراموش بکنیم، پلیس کابل و در کل پلیس نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با جنگ روانی دشمن هم روبرو هستند. دشمن تلاش میکنه با راهکارهای متفاوت اذهان‌نامه را مغشوش بسازه، اما شک نیست که یک واقعه جنایی هم میتونه روی اذهان‌نامه تاثیر بگذاره و احساس بر این باشه که گویا گراف جرایم بلند رفته، در حالی که من در آغاز گفتم که ما در 24 ساعت گذشته واقعی جرمی داشتیم. کابل لتیرو نه رئیس امنیتي وضعیت دولت مشرۍ مړی لومړي مرستیال عبدالله صالح ته سپارل شوی. دلته چې د خلکو شکایتونه د امنیت په تړاو کوم مثبت تغییرات دې برخه کې راغلي؟ شما ببینن اصل هدف تطبیق برنامه میثاق امنیتی کابل است. برنامه‌ای که در لابلای این برنامه و در تهداب و ریشه و خاکی این برنامه وقت کار میشد، دیدگاه و نظریات جناب معاون صاحب اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جا داده شده بود، چون برنامه یک قسمت زیادش رو کار کردن و به خاطر بهتر تطبیق شدن این برنامه و نهادهایی که در پایتخت مسئولیت دارند مثل پلیس کابل، ریاست امنیت کابل، فرقه 111 کابل و به این ترتیب شاروالی و نهادهای ملکی و بخش‌های دیگری که نیاز است در هماهنگی ما بتانیم برنامه میثاق تطبیق بکنیم، تاثیرات خوب را داشته. عملکردها و راهکارهای جدیدی که تیم امنیتی کابل پیش میبرند مثل نصب عکس‌های افراد که تحت پیگرد پلیس هستند و نتایج بسیار خوب داشته این کار و جدا از او روی نظم شهر کار میشه عملا پلیس با شهرداری و بخش‌های دیگه که ایجاد شده. ما باور ما است که با این راهکارهای جدید و تلاش‌های تیم امنیتی کابل به یک نتیجه بهتر از امروز هم دست پیدا خواهد کردیم. تعهد پلیس واضح است. ما برای تامین امنیت جان و مال مردم اینجا حضور داریم و با تمام معنا تلاش میکنیم که هیچ اتفاق ناگوار به یکی از هموطنهای ما رخ نده. اگر ما بخوایم اطمینان بدم به مردم که اصلا دیگه جرم اتفاق نمیفته، خب این حقیقت نیست، چون وقتی انسان ها زندگی میکنن در یک اجتماع جرم هم نفس میکشه و از پدیده‌های اجتماعی است. اما این تعهد میخوایم به مردم بدم که ما در مقابل هر مورد بدامنی، در مقابل هر موضوعی که به امنیت عینی و روانی مردم و به امنیت فیزیکی مردم صدمه وارد بکنن، در مقابلش مبارزه میکنیم، استاد میشیم، میجنگیم و کوشش میکنیم تا یک فضای خوب، امن و مسئول را برای زندگی به مردم کابل فراهم بسازیم.